در شهر دوشنبه مذاکرات مقامات تاجیک و قرغیز در مسئله تعیین علامتگذاری مرز برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی سروزیر قرغیزستان گفته است که گروه کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 اکتبر در مسئله مشخص کردن مرز دولتی در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این واخوری پس از نظر بحث برانگیز صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان در مسئله مرز برگزار شده است. صادر جباروف روز 23 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که گویا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مرغاب را برگرداند. این نظر او در تاجیکستان سر و صدا برپا کرد و دعوای او را به بنیاد عنوان کردند. بعدا دفتر مطبوعاتی او اظهارات داد که سخنهای جباروف در مسئله مرز تحریف شدند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان جزئیات مذاکرات آخر را شرح ندادند. مقامات قرغیز تنها گفتند که واخوری در روحیه دوستانه برگزار شد. دو جانب به توافق رسیدند که واخوری آینده در بیشکک برگزار خواهد شد. پس از زدوخورد خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرغیزستان مقامات دو کشور بارها با هم واخوری انجام دادند و سازشنامه‌های میانی هم به امضا رسانیدند.